گردن شطور و زبونی از منه. تو یک دفعه بخزه که مبارسم تا بخونه. به گیلک. بله. شطور از کجا بردی؟ باش گلی. بله. از کجا بردی شطوره؟ نه کمج یک. شته مقبولیه گیلک. ایوارا ما و نانه مبارت و گنج پشت زرغون. سلام علیکم خاله. علیکم خوبی خاله بخیر. شکر. شطور از کجا بردی؟ این جونگه. این مای بخوا لندی کنه. لندی کنی؟ بله یا لندی دیگه ما هر سال گوسپند میکشتیم. گوسپند میگن چربی داره بال ما نانه من نمیفتکنه. بیشک پیلدار شدیم با. چند بوست داری؟ 17,300. 17,300. این میفهمه اول با رومر بوسکو گوش میکنه. کو گیلک بگو. رومر بوسکو مگه نمایا ماله گیلک بنظرم گوشنه. ماما میگه روتونه شوه. بگو خاله بابا خیلی خوشی که لندی جونگ بکشتین با لندی گوشتا لندی یاد شما نره. سبا بخیر دیگه امرو که دیر شده. سبا منتا یاد شما نره مانگه. شما گوسپند خوب کشتین ما خبر کردین. نه. های بمی گیلک بگفته خاطر به شما نگفته بیدک. بگفته نه به تو. نه میگم نگفته. نگفتم به تو گیلک. نه کی گفتی تو؟ آرو گوسپند تو رو زامن اتاق گندم چه زام دادم. بابا تو پول میدم بگیرک. همون گوسفندا کرم دیدی. نه مسیر گردانی و دندونای و زبونی از من امال بگم. گیلک نامردی میشن یکی. نه چیشا شما کمبین ما چیشای شما که چیشا شما نور بفته. نه تو یک دفعه برین کی بخیر. چیشای نه تو که چیشای نور گفته. برو گیلک. عباس چیزی بگن دیق نمیشی؟ نه. چنخ تو فقط میگی کف باشه طور مانه. همون کف باشه طور هست. پینک توتنه. پینک تو سگو پینکه. نه بابا چنخ تو فقط کف باشه طور مانه. برو گیلک. میگم نامردی میشن یکی بخوریم با. دلجم باش. باره دیگه بخیر. سکو اگه مرس گوش کو اگه بعد اگنش خریدیم ما داریم خدا اگه بعد رد ما به تا موتر آمدیم. خب میفهمم به تا موتر چه خاورا خب دیگه پشت زغون پیاده آمده میشی سادستان از مولانه ما وی میگم اگه به تا رای تا بازار بشیدی کلماتو به کلم موتر خود گیلک گوشنه کی؟ جیغ میکشه نمیبینی؟ گوشنه من از این گوشنه تارم. خب برو که گوشنه چیزی بندم نه میبره تعالف برید دیگه لعنه شما به سلام میبرم تاسه بستا میکنم. عباس با تو را خبر میکنم. کی میکشی سبا بخیر. سبا بخیر سوا باشه. بیا کتر به میگوشه بسته کنم بیا که یک امروز زنده به خیر خوشی دیگه طور با جزغالات رو بخورم. بیا چطور جا بیا آمدم. بچه با گوشت شطور بگم همیتا مزه میده به لندیا دیگه. گردن تو از منه خودی هر 4 پاچک تو ها دان خوکو من جا میشو بتردن تو نه ها نه کفتر روی بام آمد
از بس قشنگ پیغامات دلم میخواش برای فدات. جار باشد از اون ناینای اشتر جانجور خیلیت تیار هستی جانجوره. برار بس سبا صبح آمادگی دیری. آمادگی چی؟ همال ندیدی جوجه جونگی آوردن جونگ شطور. ندیدم من نه. ما لندی کنیم برار هر سال که ما لندی میکنیم گوسفندا چربه باله میکنه کل میفتکه باله نانی من بیازوی. انا ما امسال گفتین جونگی بخیریم حالا به تصب استا باخشه بسته کردم. بفهمیدی؟ خب شطوری به لندی؟ نه جونگیه شطور کتنیه. خب همین جوجی و نساییه. خب چکار کنه چی خدمت؟ سبا یاد داری بیا سوخ بیا حقوق دور میدیم برای ما مفتر مایی بیا اون بکشک رزی و بجام ما گیلک جو اول کن من مرغ یک چیز دیگه برار تو نانیتان به جزغالای خبری باشه تو جزغاله کجا آورد؟ چهره گردن مالا گردن تو دبلتره تو با میگی جونگی هم کوان هم نداره بازم اگه شطور باشه کوان داره او که جونگه که بیخی کوان هم نداره گیلک جو کوانی می چه کار کنی تو چی که دل جزغاله داره برای اونو ما تیریم گیلک جو خود ما گسپندا خور میکشن جزغاله با میخورم تیریم خو یاد داری سبا بیا بکشگو لالا من مرغ کشته نمیتونم شطور که بیخی کشته نمیتونم با من شطور میتونم خو سرگی پستی از تو لکه پوستر به خود کورتی تیار که خود تو من نمیتونم شطور کشته من میترسم اونه برو قصاب تاقله رو بگو یا نورالله خیلی وارده نورالله رو بگو بیایه بکشه نورالله چه چوروچک که همه پاچکا و شکمبر ور میداره میره برات کار خود و استاده بالا سر نفس ما روی در بسته گیر میکنیم ما بیاییم بیخی مردم روی در بسته تو خیلی روی داری که با روی تو در بسته داشته باشه تو که روی تو فقط میگی کف پا چطوره تو به من میگی تیاره دیو شهر همه خبر خود کردی یعنی کفتریه پیشکش برو تو به قصه کسی باش که شطور تر بکشه برو اون تیاره کن نمیخری که به نخر جور نمیایی برو دل دردمند مرا نبود به تو دوا جور باشه چی گپ بگیلا؟ جور باشه بش کسوندی در سرمو جور باشه شامت خیگینه شتنی تیار هستی شتنی بخیر جانجور تیار هستی خیریت شکر خیریت گیلا کجای نیلیلای خونوه گیلک برار کلون من عادل گبزی چی میگی تو برار کلون من خود چی میگم تو اسم تو شامت خیگینه نیلیلا برار تو هم نیلیلا خونوه خیر گیلک من گپاتور به دل نمیگیرم هر چی می بگو تو میت آدم سادی هستی تو که خیلی وشیری خوده ای هی علوا بخش میکنم به تو خاطر که توی شیری سکو گیلک برار ما اونه به سرم شلیایم خیریت چی کار دیشتی؟ نیلیلا او برار سکو تو به شرطی نیایی خب برار تو اگه چیز شطور دارین جونگی اگه بکشه به لندی سبا سو وقت چند پول مستونه اشته مستونه شطوری دارم میکشیم به لندی سبا آره بیشک گیلک بخریدیم نه بجندیم ها دیگه ما اونانه مرفتیم به پشت زرقون خب برار من که یاد کو دارم دیگه سکو گیلک شاید کار داشته باشم خود تو خبری رو صبحشون به سرم کارایم ولی شما سبا میکشین سبا امروز و سبا همه روزه دیگه سرم شلیا کار میکنم بازم برو بگو اگه بیکار شدم میایم شطور که خود تو خبر خیلی کار داری 1 ساعت 2 ساعت کار نه فقط دو گردن قلم کنیم کار نداره دیگه فقط ما خود ما رزه میکنیم مشکل نداره برو آن به سر شلیا هم برو گیلک خودونو گبزی گیلک با ما حیات تو نرین خوبه چی کار گوشت لندی با ما نمیاری شطور میکشین فس البته تو خسور منی خب باشه همسایه ام گیلک خوبه دیگه امروز مگه رو تسلیم کنیم به مردم جور باشه گیلا شتن جانجور تیار است خیریته چی گو پای خیریت جانجور کار دو ساتولی داری برا جانجوره ها
چیگه پای تیار هستی میگم جانجوره شکر برو سکو تو که خوش آمد هیچ چی بلد نی گیلک 100 سال دیگه از عمر تو تیر نشنی بی عقلی که بودی بی عقلی تو که خودی خیلی وشیری همین زر نمیگی که مونده نباشی نور لاجو خوبی بخیر از اونجا که جخ کدم مونده نباشید لیلا ما مال غرق از شلیا خونم میبینی ای پا میکشون که دیتر خوش اینا رو ببرم به شلی خونه برو من غرق از اینم که شطور جوجه جونگ خریدیم ما این لندی کنیم صبح بخ بیا چند نمیستینی برو تو کمک چروچکی یا شطور میکشی گوسفند نمیکشی مثلا کله پاچه و شکمبا و دلبند و لکه جیگر ور میداری میاری ایت نگو برو پولا خور نانه میگو خودی تیکو سیکو گیلک جو نانه تو همیتا گفته بله من فعلا حال فارغ نمیشم من 5-6 روز دیگه اینجا کار دارم برو پیش کجیر و پیاره و کاست بیترین قصابه بیترین گوسفندو میکشه گو میکشه شتر میکشه مرغ میکشه برارا گل من کجیر خب من بلدم که بچه دین اومد قصابه خیر بینی خب اون خبر دارم خوانا رو به پیش بیار کجیر برم میگه تو چرا بعدی میای میگه برو تو چرا نمیدی مثلا چرا نمیدی من قصابم چرا نمیدی من نبردی به من 5 سدی ندادی که ما برم با تو به گنج چیز بخرم تو بریشنی نانه خور بودی نانه میگه برو نانه تو گوسفند شطور بکشه لک اول که خود تو خوب شده اما گپا خوب بزدی که ما آدم چکچوریون بفهمیدی کله و پارچک و مثلا چی گفتی تو میبری درسته خاله هم برو پیش پیار کجیر ما کامل زامن نیم که پیار کجیر خودی تو میری یا نمیره برار خوب گردم تو نمیه نه ما کار دارم چاش از جزغاله بار کنی میای هیچ چی نمیایم ما که چکچورم برار خوب گردم نه نمی خودت میگی نه نه نمیگفتت من کو نگفتم حالا هم نه تو که گفته برو پیش پیار کجیر برو ببر خودی خب ما بره ما نره او قصاب پول با نیلیلا چرا با ما مفت مرتکه برای خود شما کار کنه خوب تو شاید به پینجری پسر خودم بشکنی برات کار خوب ما به پینجری په ولاګه کار د دست خو بگیرم تو به پینجری به میگی وقت پینجری پتی شد برو که دیگه من کار نه برو خیر دیگه نمی برو سبب دیگه نمی شما خیر مایی نه اگه خیر ماستیم نه تو عمل میگه اپا نمیزنم میگه برو کاکا خونی رولر بردار که بیارم بر بکشه دیگه کاری کنه میکنه لاغم 4 پارچه که کلیار به من میدادی خدای همون کله پاچه شطور خوده که کله تو مثل بوز بری لیچ شده انا برو پیار کجیر خود خوب برو بفهمیدی سعی کنم چند بری اومدی بابا سفر اوی بله جان پدر اوی بله از ما به چند از شما به یک مار دنبه دنبه مالیده بیار بم دیگو بم دیگچه بیار بم پیش بیبی چه بیار بیبی نخوره ما چه کنه بابا سفر اوی بله جان پدر اوی بله از ما به چند از شما به دوی ما دو آدل عوض از کجیر جان اشتری گیلک جو خریاتی جان جوری نه تو به کجای کجی کی؟ شو مدار تو کجایه؟ اشتری کجیر جان جره دم قلیبت یا راستی رقف جان جره چکار میکنی کنجت بلد میکنی بلیا برو جو خیلی کشتی گیلک آقا روز بیشتی پیا با تو بودم یه همه کنجتا سعی کن برار تو یک کار کن خوب کنجتا تو من خودتو لط میکنم خوب یک کار نیکی میکنی ها اشته نمیکنم برارمه برار جمعه جیجی جونگی خریدین شطور نه بابا این او هم قطتونه ایتا که تو استاد نشی 1 میلی از تو از او فرق نمیشه یعنی همیته جی چراکیه ایتا مثل من گریه میکنه نه بابا یعنی یعنی مثل تو همیته اوشیاریه نه دیگه اوشیار نیه من از اوشیارترم نام خدا خوب گیلک جو به چندی بخریدین گپ بزن 17,000 اله 17,000 یعنی 17,000 مثلا 500 نه 300 17,300 یعنی آفرین گیلک جو انا ما گفتم برار ما امیر بکشیم ما گفتم پیاتو بیایم پیش پیاتو بکشم ما یاد نداریم برا ما به لندی ما امیر به شرطی مارم ببینی گی دلجم باش برا دلجم باش خوبه سیه تو خودی ما کنجتا لد کن خوبه قراره که در اینا دلجم شیم شبا سو وقت بیار خور میام جونگا شما میکشیم اینا لد کنم ها دیگه همه کلا خوبه برا بیستی هم بابا تو میدم چشم زنده بشی خیلی بینی یعنی دیگه با سبا پیاتو نگه پول بده های رفیق به شرطی یک 5 کیلو از اون گوشتا به ما بده 5 کیلو ها دیگه نه دیگه هر دو لنگی هست تو خب برای حداقل هم 2 کیلو که بدیم دیگه خاطری گوشت شطور خوب گوشتیه خوبه تشکر برو شروع کن من همین دیگه بشین و موندگی بسته برای اینا کنجتای بله
دیگه تو لب کنه خیلی که بیه